السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا سهراب یادلیان ساده است، خوب است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. حضرت جان، ما یک چند تا سوال داشتیم تو نه. انشاءالله باذن الله این سوالا را میخوایم جواب گیریم. بفرمایید. ما حضرت دانشجوی طبی هستیم، در روسیه تحصیل میکنیم. همین یک سوالی که کم ترین سرمونه گران کرده گیده، یعنی شوهر یا زنی که بیزوریات هست، یعنی که از آنها فرزند به دنیا نمیآید. مقصد دین بله. اسلام به آنها چی حکم داده؟ یعنی در روز قیامت یگان اجر به آنها نوشته می شوند که در دنیا به فرزند بودند، یا که چیکار کنند روان یگان فرزند گیرند؟ مصلحت الله شما ده، یعنی در همین موضوعی که بیزوریات هستند. الله سبحانه و تعالی در دوام آیتی که کمتر پیشتر ذکر کردیم و یجعل من یشاء عقیما، الله تعالی کسی را خواهد عقیم میگرداند گفت، یعنی بی فرزند میگرداند گفت. و به خواست الله سبحانه و تعالی راضی بودن و راضی شدن این خیلی مقامات عالی در شریعت اسلام است. رضا دادن به حکم حق تعالی زی مجموع مقامات است بالا. از همه از صبر و از دیگر مرتبه های شریعت رضا شدن، هر چیزی که الله خواست به آن راضی شدن، این خوب است. الله برای شما اگر فرزند نصیب نکند، بله شما میتوانید دعا کنید، خیلی که الله سبحانه و تعالی فقلت استغفروا ربکم، شما استغفار بپرسید، استغفر الله و اتوب الیه گویید، الله سبحانه و تعالی برای شما فرزند میدهد، بلکه پسر میدهد گفت. یعنی پسر غایت فرزند است، پسر میدهد اگر استغفر الله را زیاد گفتید. و پیغمبرها بودن که فرزند داده نشدند و پیغمبرهای بودن در سن 80 گذشته بعد فرزنددار شدند. بنابراین یعنی که دعا میکنید، از الله تعالی میپرسید، سببهای دینی و دنیوی را اجرا میکنید. و وقتی که اگر الله تعالی فرزند نداد، به هر یک صبری که کردید، به هر یک لحظه صبر، به هر یک لحظه استرجاع، یعنی انا لله و انا الیه راجعون گفتید به مصیبت، و این چنین دعاهایی که کردید که الله برای من فرزند ده، روز قیامت این دعاها همش مبدل به اجری عظیم میگردد. بنابراین وقتی که بنده میپرسد که پروردگارا این مکافات ها برای کدام عملم، بنده میگوید که این همون، الله میگوید که همون دعاهایی که قبول نشده بود. بنده میگفت که کاش تمام دعاهام قبول نمیشد، برای اینکه انسان نمیداند. الله تعالی میگوید که عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، شاید شما چیزی را دوست می‌دارید و برای شما بد است. حضرت سعدی در گلستان یک حادثه را نقل میکنه. یک انسان شب و روز تهجد خوانده از الله تعالی پسر میپرسید است، به تمام راه ها خیر میکرده است، تمام راه ها سبب ها را اجرا میکرده است که الله براش پسر ده. بالاخره الله سبحانه و تعالی براش پسر میدهد. وقتی که به وایه میرسد، هر روز یک مصیبت در بالاش، امروز دزدی کرده است، امروز کسی را ظلم کرده است، امروز هر روز مردم لعنت بر پدر می آورده است. خلاصه بعد گفت که ای الله، من از تو چی خواستم، از تو چی طلب کردم، میگفت است. خلاصه الله تعالی میگوید که گاه شما یک چیزی را دوست می‌دارید و برای شما ضرر دارد، و گاه بعضی چیزها را بد می‌بینید و برای شما فایده دارد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما نمیدانید. بنابراین یعنی که سبب‌ها را اجرا میکند، توکل به الله میکند. اگر فرزند ندهد، این خیر است برایش، این خیر است برایش. اگر داد، این داد الله تعالی هست. بنابراین به غضب نکند، این خیر است. گفته همیشه به الله تعالی گمان نیک کند. والخیر كله فی یدیک و الشر لیس الیک، نیکی همش در دست تو است، بدی هیچگاه به تو نسبت داده نمی شود. مادامی که تو نخواستی، این دلالت میکنه که در همین کار خیر است.